و خانم باشد. یعنی که هر کسی که توان خواندن و نوشتن رو داشته باشد میتواند درک کند، از لاغرهای واژه‌اش میتواند درک کند و چی گفت. بنابراین به سه بخش اگر ما تقسیم بدهیم، یک بخشش و کودکان نوشته است و بخش دو و جوانان و بخش سوم پیرمردان است. حالا بیاییم ببینیم که بخش اولی که در بخش اولی که از کودکان حذف شده، ببینیم که ما امروز در جامعه زندگی میکنیم که امروز ما در جامعه زندگی میکنیم که کودکان ما شما ذهنیت سازی شدن. ذهنیت سازی از این که از خاک خود، از وطن خود نفرت داشته باشند. بنابراین این ذهنیت سازی در سالیان سال همینطور بوده و تکرارا مکررا همین هم ادامه دارد. بنابراین این نیاز است که کودک نوشوا از حال نوشوا بفهمد و بداند که او طرف مرز خبر، بفهمد که خارج شدن از این خاک چه خبر به او طرف. وقتی که این کتاب را کودک افغانستانی بخواند می‌داند که او طرف خاک شده است و او انس میگیره با خاک خود که همین جا باید میمانیم و بسازیم این خاک را. بعد قسمتی از این کتاب مربوط به جوانان موضوع میشن. ما در سن قرار میگیریم، مثلا سن 20 سالگی مهمترین سن 20 سالگی میشه. در اینجا اکثریت جوانان موضوع سردرگم میشن، بزرگکار میشن. بنابراین اون ذهن سازی که در دوران کشوریت برای این داده شده بود که از خاک خود فرار بود و برو طرف مرز، اون ذهن سازی که چی کار میشه در سن جوانی رسید؟ در سن جوانی وقتی که رسید با اندک زد و برخورد با خانواده، با پدر و مادر دیگر باید فرار انتخاب کنید و فرار از این کجاست؟ فرار از ایران است. باید در ایران کنید. نقطه فرار ایران رفتن. بنابراین این متوجه از جوانان است. جوانان ما شما بدانید اون طرف خارج شدن از خاک کدام دردها دارد و کدام مشکلات دارد. و سومین چیزی که در کتاب ذکر شده از فرهنگ نویسان و فرهنگ دولتی از در افغانستان نویسه. بنابراین اون فرهنگ یک از فرهنگ‌های غلط است که جوان افغانستانی را مجبور به مهاجرت می‌کند که 5 سال 6 سال الا بیشتر از او درد مهاجرت، درد دوری از وطن، درد دوری از خانه ردیفش در اونجا 5 سال عمر خود را بسازاند و دوباره وقت در افغانستان در یک عروسی در یک روز 5 سال عمر خود را تمام کند. وقتی که یک عروسی می‌کنه در افغانستان در واقع 5 سال عمر خود را زحمت کشیدن و فقط در یک روز ختم می‌کنه. بنابراین من متوجه از این فرستم و متوجه فرهنگ غلطی که در افغانستان وجود دارد این کتاب بازگو کرده برای ما شما بازگو کرده که جوانی که 5 سال 6 سال زحمت میکشه اون طرف مرز است، دور از خانه، دور از وطن، دردها را میکشه، مشکلات را میکشه، این چی کار کنه؟ فرهنگ غلط افغانستانی را اینا اما مورد نیازی که در مردم نیاز ایران ضرورت متوجه از این است. سه بخشی که در این کتاب آورده، بخش اول مربوط به قاچاق یک انسانی که از افغانستان به سوی ایران می‌رود برای قاچاق انتخاب کرده. این راهی است که مرد به جان خود می‌خرید. ایران در بخش اول از قاچاق یادآوری شده و بخش دو بخشی که زندگی به تصویر کشیدن زندگی مهاجرینی که در ایران است. بنابراین اون تصویری که ما از ایران داریم، اون تصویری که ما از مهاجرین داریم اینطور نیست، ولی کتاب بازگو کرده که مهاجرینی که در ایران زندگی میکنند آیا همانندی که در افغانستان هستند میرن زندگی دارند که در افغانستان حالا از یک خانواده 2 نفری باشه 1 نفرش میره سر کار 10 نفر نام میده.
یا در خانواده در نفری در ایران زندگی میکنند همیشه گفت ایران این به تصویر کشید. بخشی که نقطه صفر از نقطه صفر شروع شده و در نقطه صفر پایان رسیده، یعنی دوباره بازگشت از ایران و افغانستان. این مواردی بود که در کتاب بسیار مختصر، بنابراین آن چیزی که مهم در اینجا خیلی مختصر نوشته شده، ویژگی که کتاب داره خیلی مختصر نوشته شده. حالا فرهنگ مطالعه تقاضا کرد که هر قدر ما کوشش کردیم که را خلاصه نوشته شده، بنابراین فرهنگ مطالعه در افغانستان هست، همین تقاضا میکنه که ما هر قدر کدوتر نوشته کنیم این کسا جوانان جذب نشده. بنابراین ما کتاب‌های ذکی، کتاب‌هایی که بسیار طلا ندارن ما نمی‌تونیم، چون فرهنگ مطالعه هنوز جا نگرفته با تعلیم شما. خب حرف بعدی من مراکز آموزشی و مکاتب و سرداران اینا هستند. یک چیز مهم، یک چیز ضروری است. ببینید که آن چیزی که